هنوزم خواب میبینی؟ پام رفت روی این تیکه پازل. جسد عمومو دیدم و همینجا تموم میشه. تو عموتو نکشتی؟ چیزی یادم نمیاد. گپ فیلم تقدیم میکنند. سانه یکی اینجا اینجا شلوغ مرده. نکنین زمان لطفا. تقریبی مرگ. کی جسدو بود؟ اون تحلیلگر پلیس کلانشهر استئوله، صدفان یون اینا. چرا دوباره تویی؟ 10 سال پیشم همینطوری شد. چرا بین این همه آدم تو اونجا بودی؟ امکان نداره اولین شاهد 2 تا قتل بوده باشه. پس به نظرت پروفایلر قاتل؟ یه قطعه پازل، تنها مدرکی که قاتل جا گذاشته. قاتل زنجیره‌ای بعد از 10 سال باز شروع کرده. اثری از کارگردان سریال نارکوی مقدس. چرا بین این همه آدم پازل برای صدفان یون فرستاده؟ تصادفی یا یه حادثه نبوده. انگیزه داشته. تکه از اگه پازل. من قاتل بودم این کارو میکردم. مرگ های دنباله دار. تو واقعا فکر میکنی من قاتلم؟ با صدفان یون روی پرونده پازل کار میکنم. تو صدفانیونو میشناسی؟ بهش اعتماد داری؟ در این صورت چطور دستگیرم میکنی؟ نقشه ای حساب این شده. بدون نقشه ممکن نبوده. ما فعلا 3 تا تیکه پازل داریم ولی ممکنه به 6 تا تیکه یا 9 تا تیکه هم برسیم. قتل هایی پی در پی. دارم دیوونه میشم. خب این یعنی چی؟ یه قطعه جدید پیدا شد. قتلا به هم مربوط میشه. به خودت چک کن. اینطوری میتونی راحت جوابو پیدا کنی. 9 پازل.